سلام. یه موضوع مهم برای تجزیه و تحلیل داده ها یکی از نکاتی که باید بهش توجه بکنیم سطح سنجش متغیر است. سطح سنجشی که پیش از این موقع جمع‌آوری اطلاعات حتما بهش توجه کردید. بیایید یک بار تکلیفمون رو با سطوح سنجش مشخص کنیم. متغیرها به لحاظ سطح سنجششون به 4 دسته تقسیم میشن: سطح اسمی، سطح ترتیبی، سطح فاصله‌ای و سطح نسبی. اگرچه تو منابع مرتبط با علوم انسانی و علوم رفتاری ما 3 سطح سنجش رو ازش یاد میکنیم. سطح فاصله‌ای و نسبی با هم ترکیب میشن. بعضی وقتا متغیر ما فقط کمک میکنه که داده هامون رو طبقه بندی بکنیم، مثل مرد بودن یا زن بودن، مثل متأهل بودن یا مجرد بودن، مثل گروه‌های مختلف خونی که هیچ کدوم نسبت به دیگری برتری خاصی رو ایجاد نمی‌کنه. این سطح سنجش رو بهش میگن سطح اسمی. گاهی متغیر ما ضمن اینکه کمک میکنه ما داده هامون رو طبقه بندی بکنیم، کمک میکنه تا اونها رو اولویت بندی هم بکنیم، اونها رو مرتب هم بکنیم، از بزرگ به کوچیک، کوچیک به بزرگ، چپ به راست یا راست به چپ. مثل سطح رضایت: خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم. مثل تحصیلات: دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. ضمن اینکه طبقه بندی رو به ما میده، به همون کمک میکنه که از تحصیلات کم تا تحصیلات زیاد، از رضایت کم تا رضایت زیاد متغیرها و داده هامون رو مرتب بکنیم. این سطح رو بهش میگیم سطح ترتیبی. اما سطح فاصله‌ای: ما توی سطح فاصله‌ای ضمن اینکه میتونیم داده هامون رو طبقه بندی بکنیم و اونها رو مرتب بکنیم، میتونیم یک ادعا هم داشته باشیم: فاصله بین طبقاتمون توی این سطح با هم برابر هستش. مثل تعداد فرزندان: 2 فرزند، 3 فرزند، 4 فرزند. مثل سن: 20 سال، 21 سال، 22 سال. ضمن اینکه طبقه بندی کرده، قابلیت مرتب کردن داره، فاصله بین طبقات هم برابره. فاصله بین 20 سال تا 21 سال همان فاصله بین 21 سال تا 22 سال هستش، در صورتی که تو سطح ترتیبی این فاصله برابر نبود. فاصله بین دیپلم تا لیسانس اجباراً با فاصله لیسانس تا فوق لیسانس برابر نیست. بر بحث سطح رضایت، فاصله بین خیلی کم تا کم اجباراً با فاصله کم تا متوسط برابر نیست. حتی وقتی میزان رضایت رو 2 نفر متوسط اعلام میکنن، اجباراً 2 تا متوسط این 2 فرد هم با هم برابر نیست. بنابراین سطح اسمی، سطح ترتیبی و سطح فاصله ای رو با هم توضیح دادیم. فقط میمونه سطح نسبی. سطح نسبی همان متغیر فاصله ای است که صفر مطلق هم دارد، مثل دما که به 0 درجه مطلق هم میرسه. ما تو علوم اجتماعی و رفتاری وقتی مخاطب داریم و او رو مورد پرسش قرار میدیم در ارتباط با یک متغیر، به صورت طبیعی با 0 مطلق مواجه نمیشیم. بنابراین توی علوم انسانی و علوم رفتاری ما از 3 سطح سنجش یاد میکنیم: اسمی، ترتیبی، فاصله نسبی.